چورابینی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه برگزار شده به مرحله نوی رقمی کنونی روندهای تحصیلاتی تا مکتبی در پایتخت آغاز بخشید. باید گفت که برنامه اطلاعاتی کودک تیجی نظامی یگانه رقمی برای به قیدگیری کودکان با کودکستانها، اداره‌کنی روند قبول، تشکیل آمار دقیق و تکمیل همکاری مؤسسه‌ها با والدین میباشد. آن با مقصد ساده‌گردانی رسمیات به قیدگیری، تأمین شفافیت نوبت و راهخط، اتوماتیک کنونی ژورنال دوامد و بهتر نمودن نظارت داخلی مؤسسه‌های تو مکتبی تهیه شده است. برنامه مذکور در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 27 سپتامبر سال 2025 تحت رقم 575 در مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی شهر دوشنبه جاری کرده شد. برنامه مجموعه از امکانیت‌ها برای پدر و مادران و مؤسسه تحصیلات تا مکتبی را در نظر گرفته است. برنامه اینچنین از امکانیت‌های تعلیمی متدی نیز برخوردار میباشد. برنامه به پدر و مادران امکانیت می‌دهد که از خانه و از دلخواه وقت ایستاده فرزند خود را در مؤسسه دلخواهشان به قید گیرند. برای این پدر و مادر باید نخست در برنامه اتاق شخصی خود را ایجاد نمایند و سپس عریضه الکترونی را به مؤسسه دلخواهشان وارد نمایند. نخست ویدیورولیک معرفی درباره برنامه و روندهای به قیدگیری آنلاین، کاری اتاق شخصی والدین و امکانیت‌های اداره‌کنی الکترونی برای مؤسسه‌ها نمایش داده شد. مراسم با سخنی افتتاحی سردار سرریاست معارف شهر دوشنبه آغاز یافت. مخصوص ضمن سخنرانی خویش تاکید نمود که تطبیق برنامه کودک تیجی نتیجه عملی سیاست دولتی در سمت رشد انفراستراکچور رقمی معارف و اجرای دستور سپارش‌های رهبریت کشور اید به استفاده وسیع تکنولوژی‌های اطلاعاتی در ساحه تعلیم و تربیت کودکان میباشد. با تاکید رهبریت ساحه تجربه دوشنبه من بعد میتواند برای دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز همچون نمونه خدمت کند. در قسمت اول چورابینی منیجرانی برنامه از مؤسسه‌های دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرریاست معارف شهر دوشنبه ساختار و ترتیب استفاده کودک تیجی را با برگزاری رونما و نمایش اسلایدها شرح دادند. در جریان برآمدهای امکانیت‌های اساسی برنامه اطلاعاتی کودک تیجی برای پدر و مادران و مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی مفصل شرح داده شدند. قید گردید که برای والدین برنامه به قیدگیری آنلاین و پیشنهاد عریضه بدون مراجعت‌های تکراری به اداره‌ها را تأمین می‌نماید. امکانیت می‌دهد که کودکستان را توسط خریطه اینتراکتیوی از روی محله و جایگیرشوی انتخاب کنند. حالت درخواست و نوبت الکترونی را در اتاق شخصی پیگیری نمایند. در هر مرحله بررسی درخواست پیامک و آگاهینامه گیرند و از کتاب‌های الکترونی، افسانه‌های منطقی و ویدیویی و دیگر مواد آموزشی و تربیوی بهره برند. همزمان ذکر شد که برای مؤسسه‌های تا مکتبی برنامه اطلاعاتی کودک تیجی با قیدگیری مرکزانیده شده درخواست‌های والدین و کارکرد الکترونی آنها را براه می‌ماند. اداره‌کنی گروه‌ها جای‌های خالی و روندهای قبول و رد را با ثبت الکترونی آسان می‌کند. ژورنال الکترونی دوامد را برای ثبت حضور و غیاب تعلیم گیرندگان تامین می‌نماید. اینچنین برنامه امکان دسترسی فوری به امور اپراتیوی اید به شماره کودکان، گروه‌ها و درخواست‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین قید گردید که در نزد مؤسسه دولتی مرکز تحلیلی اطلاعاتی نزد سرریاست معارف شهر دوشنبه گروه‌های کاری مخصوص برای دستگیری تکنیکی، مشورت متدی و هماهنگسازی تطبیق برنامه در مؤسسه‌های تا مکتبی پایتخت فعالیت می‌کنند. در انجام تاکید گردید که کودک تیجی برای تحکیم بخشیدن شفافیت، صرفه وقت، بلند برداشتن صفت اداره‌کنی و تحکیم رابطه مؤسسه‌های تا مکتبی با والدین نقش مهم خواهد بازید.